سوال 47. معنی لا اله الا الله چیست؟ جواب: معنیش هیچ معبود برحق جز الله نیست. هیچ معبود برحق شایسته عبادت جز الله نیست. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی: و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. پروردگارت حکم کرد که جز او را عبادت نکنید. در سوره اسراء الا تعبدوا یعنی که جز او را عبادت نکنید، این معنی لا اله است. الا ایاه مگر او را عبادت نمایید، این معنی الا الله است. این معنی الا الله یعنی لا اله الا الله همه معبودان باطل را و دروغین را از بتان، از انسانها، از طاغوت‌ها از حد انکار کردن. لا اله و تنها این عبادت ها را، عبادت حقیقی را از برای الله سبحانه و تعالی شایسته دانستن. الا الله. پس این کلمه دارای دو رکن اساسی است: نفی یعنی انکار لا اله، رد کردن هر معبود غیر از الله، و الا الله اثبات کردن عبادت تنها از برای الله. پس در آخر معنیش عبادت سزاواری هیچ کس و هیچ چیز نیست مگر بجز الله سبحانه و تعالی. که در بیان لا اله الا الله رساله خاص ما صحبت کرده هستیم، میتونه از آن باز بهره بگیرید.